اصلاح کودکس جنایی تاجیکستان که به منصبداران رشوهگیر امکان می‌دهد یک روز حبس خود را در عوض 200 سومانی و 7 سالشان را بر عوض 800,000 سومانی بخرند با واکنش‌های مختلف در جامعه کشور روبرو شده است. ایده اگر این را ضربه به جیب منصبداران و راه پر کردن بودجه کشور بدانند، برخی دیگر آن را راه آسان خلاصی مسئولین از جوابگری می‌شمارند. نمایندگان پارلمان تاجیکستان که روز 10 فوریه تغییرات به 3 ماده کودکس جنایی مربوط به رشوه‌ستانی از جمله ماده 319 پورگیری شخصان مسئول را تصدیق کردند، باور دارند که پول بر عوض زندان تعداد زندانیان را در کشور کم و با این راه خراجات بودجه را کاهش خواهد داد. یکی از مسائل اساسی که در این تغییرات الهه ها ذکر می‌گردد، این وابسته به عوض کردن جزای محروم کردن از آزادی با دیگر نمودهای جزا از آن جمله جزای جریمه نسبت اون شخصانی که در صادر کردن جنایت‌های با ماده 319 320 و 321 کودکس جنایی جمهوری تاجیکستان که وابسته به گرفتن و دادن پاره یعنی تمام باشد می باشد. مسئله درست انتخاب کردن حد جزا این برای پیشگیری کردن جنایت‌ها در راه برهم دادن اساسهای صادرکنی قانونشکنی از آن جمله جنایت‌ها اهمیتی خیلی مهم دارد. تغییرات به کودکس جنایی در مورد رشوه‌ستانی از سوی آژانسی ضد فساد به حکومت تاجیکستان پیشنهاد شده است. تا امروز قانون برای آنهایی که با جرم رشوه‌ستانی بازداشت می‌شدند از 3 تا 7 سال زندان را پیش بینی می‌کرد. تحلیلگران پیشنهاد جزای آلترناتیوی را یک نوع سبکی برای منصبداران رشوه‌خوار و راهی برای گسترش این نوع جنایت ارزیابی می‌کنند. وقتی که در چنین یک کشور فسادزده چنین قانون قبول می‌شود، برای مثال یک آدم فسادزده، یک منصبدار فسادزده، یک آدمی فسادزده، او از یک کس طلب میکند برای یک جنایت وزنین‌تر 1,000,000 سومانی میگیرد و به عوضش اگر که روی هم رفته همینطور یک حسابایی کنیم 7-8 هزار سومانی سپارد، این چندان چیزی نیست. بسیار با آسانی او میتواند که 1,000,000 سومانی بگیرد و به عوضش 7-8 هزار سومانی جریمه بسپارد و زندگیش ادامه بدهد. بنا به اطلاع آژانسی ضد فساد، موارد رشوه‌ستانی در کشور در یک سال اخیر بیشتر شده. به واسطه از جانب کارمندان و مسئولین نهادهای دولتی بیش از 600 جنایت صادر شده است. دقیق گفتن نمی شود که چی تعداد از منصبداران برای فسادکاری محکوم به زندان شده‌اند و چی تعداد از جوابگری آزادند. تنها موردهای کم دسترسی رسانه‌ها شده‌اند که افرادی در فساد متهم شده با پرداخت جریمه آزاد گشته‌اند. برخی از تحلیلگران هم به جای اصلاح قانون‌ها و جزاهای انتظامی و جریمه‌ستانی‌ها که نتیجه موثری ندارند، برای جلوگیری از فساد و رشوه‌ستانی پیشنهادهای دیگر دارند. پیشگیری کردن از همین کار که مثلا هر کسی که به همین کارها دست میزند، شاید که در محل ما همین محاکمه کنیم و آشکارا یک درجه یک ویگواری محلی یا ویگواری مثلا اگر که در کارخانه هست همین ها را پرزورتر کنیم. تهیه چاره‌های نو برای مبارزه با فساد در تاجیکستان در حالی است که این کشور در ارزیابی‌های بین‌المللی پیوسته در بین کشورهای فسادزده دنیا نام برده می‌شود.